الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران ارجمند، اولا از بارگاه خداوند منان طلب دعا میکنیم که خدا ما و شما را از جمیع آفت‌ها نگه بدارد و بعداً برای سوالات بعضی برادران که التماس کردن مختصراً به یاری الله سبحانه و تعالی جواب میگیم. برادر سوال کرده است که آیا مرده را سوزاندن جایز است یا نه؟ برادران ارجمند، من برای شما حدیثی را که حضرت عبدالله بن عباس و دیگر عبدالله بن مسعود و دیگر کسا برای حضرت علی رضی الله عنه روان کردند که وقتی که گروه شیعه بودند، اونها حضرت علی را به الوهیت رساندند. اونها را حضرت علی رضی الله عنه امر کرد که سوزانند. دیگر اصحاب زید برآمدند که حق سوزاندن ذاتی دارد که خالق آتش است. برای همین سبب سوزاندن مرده حرام است، در شریعت ناجایز است. بلکه حتی در کتاب‌های فتوا آمده است که جسد مسلمان را برای تجربه یعنی بریدن نادرست است. برای همین سبب از همه مردم مسلمان خواهش میکنم که مرده را یعنی طبق قانون شریعت بگرانند و از خدا بترسند که در این کارا دست نزنند. برادر سوال کرده است که آیا خانهش در همسایه مسجد باشد، در مسجد اذان گفته می شود، آیا نماز در خانه خوانده شد اذان گفتن جایز است یا نه؟ اولا برادر ارجمند، باید نماز را در مسجد خوانده شود، ولکن بعضی برادرها که از کار میان که وقتی نماز که در مسجد جماعت گذشته است اذان بگوید، قامت بگوید، خوبتر است اذان، این ذکر است و شیطان میگریزد. خب بعضی برادرها سوال کردند که وسواس می شود که شیطان وسوسه میکند، یعنی وسوسه میکند قریب خدا ما میکشند. برادر ارجمند، از خدا بترسید. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میگوید هر کسی خودش را به هر چیزی که بکشد در جهنم به او عذاب کرده می شود. کسی وسواس دارد اعوذ بالله بگوید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید، شیطان یعنی دور می شود، فکرش را تغییر بدهد، یعنی به طاعت و به کار مشغول شود، ان شاء الله وسواس از بدنش دور می شود. بعضی برادرها سوال کردند که آیا پیغمبر علیه السلام سایه داشت خاص به خودش بود؟ خب الله سبحانه و تعالی برای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابر در بالای سرش عطا کرده بود که در گرمی ها او را سایه میکرد. حتی ازواج مطهرات رضی الله عنهن خودشان را در پیغمبر نزدیک میکردند، با وی سایه نمیشد. یعنی این ابر خاص پیغمبر علیه السلام بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران سوال کردند که دجال علیه لعنه مردم را فریب میدهد. برادران ارجمند، طبق فرموده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر کسی در روز جمعه سوره کهف را تلاوت کند از شر شیطان، از شر دجال در امان میماند. برای همه جوانان خواهش میکنم که در روز جمعه سوره کهف را تلاوت کنند، از شر دجال امین میمانند. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران مسلمان سوال کردند که ما 10 سالها نماز نخواندیم یا اینکه مدت زیاد نماز نخواندیم، وقتی که شروع به نماز کردیم نمازهای گذشته را چی کار کنیم؟ قومای عزیز، برای همه شما توصیه میدیم که یک مسلمان اگر ما و شما بگیم که 10 سال نماز قضا دارد، 20 سال نماز قضا دارد، 30 سال نماز قضا دارد، 50 سال نماز قضا دارد، اگر ما از روی بی علمی ما بگیم که 50 سال نماز قضا بدار، او میگه که من از خودم بیزارم، از دینم. دین اسلام دین آسان است. الله سبحانه و تعالی میگوید که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله برای ما آسانی میخواد، مشقت نمیخواد. هر کسی که 10 سال نماز قضا دارد، 20 سال دارد، 50 سال دارد، توبه میکند، قضا نیست در شریعت، بلکه از وقتی که به نماز شروع کرده است این طرفش قضا نکنه، سری وقت نماز بخواند، نماز نافله و سنت زیادتر بخواند، جای فرض را ادا میکند.
بعضی برادرها سوال کردند درباره نردی، آیا نردی بازی جایز است یا ناجایز؟ قومای عزیز، در حدیث صحیح جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی که به نردی بازی میکند، هر باره که همون دان نردی را میقپد، گویی که دستش را در خون خوک و در گوشت خوک چیکار کرده است، آلوده ساخته است. برای همین سبب خواهش میکنم که از نردی بازی دست بکشید. بعضی جوانان ارجمند سوال کردند که ما جوان هستیم، ما شهوت زیاد داریم، خودمون را به دست خودمان یعنی احتلام کردن، یعنی آبی منی را برآوردن درست است؟ یعنی قومای عزیز، حرام است. در اول سوره مؤمنون الله سبحانه و تعالی من کرده است این را، برای مثلا حرام است یعنی روزه بگیرید شهوتاتون آرام میشد، یعنی طبق فرموده جناب رسول اکرم که جوانان مدینه منوره که ای جوانان، هر کسی که از شما قوت پولی مالی داره زن میگیرد، اگر قوت جسمی داشته باشد مالی نداشت روزه بگیرد، او به مثل اخته ساختن است. برای مثلا خواهش میکنم که به دست خود یعنی حرام کردن خود حرام است. بعضی برادرای ارجمند سوال کردند که بعضی مسلمانان تاجیک دختر دارن پسر ندارن، غمگین میشن که چرا ما یعنی دختر داریم خلاص. برادری ارجمند، من شما را به سوره شورا توصیه میدیم که الله سبحانه و تعالی میگه که لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. الله سبحانه و تعالی میگه که مالک ملک من هستم، هر چی که بیافرم من میآفرم. یهب لمن یشاء اناثا. الله سبحانه و تعالی میگه که برای کسی بخوام من دختر میتیم و برای فقط دختر میتیم پسر نمیتیم، برای کسی که بخوام فقط پسر میتیم دختر نمیتیم، برای کسی که بخوام هم پسر هم دختر میتیم. سه تا خوب است لکن چهارمش الله سبحانه و تعالی میگه که و یجعل ما یشاء عقیما. کسی را من بخواهم و را به حاصل میگرم، نه دختر نه پسر. جوانان عزیز، مردم مسلمان زیبای تاجیکستان، شکرانه که الله برای تو دختر داده است. اگر از چهارم گروش باشی، نه دختر میبینی نه پسر میبینی، بعد روزی سیاه در سرت میبینی. برای شکرانه کن الله به این نعمت الهی که دخترم فرزندی یعنی دخترم نعمت الهی است. حتی پیغمبر علیه السلام فاطمه رضی الله عنها میدرآمد، از در پیش میخست، از سر روش بوسه میکرد، میگفت تو جانی من هستی، من تو را دوست میدارم، تو هم دوست بدار دخترت، الله در تو برکت میکرد. سلام علیکم و رحمت الله. بعضی برادران ارجمند سوال کردند که ما در مهاجرت پول کار کردیم، اویلدار نیستم، خب من در مدت 2 سال 200,000 روبل جمع کردم، آیا زکات فرض می شود؟ برادران ارجمند، اگر شما پول نصاب، یعنی در باب زکات 2 چیز رکن دارد، یکی نصاب که به نصاب رسد پول، دویمش حولان حول شد، در همون پول چی باشد یعنی 1 سال بگذرد بعد فرضیت میشد. با در صورتی که از احتیاجی از یعنی چیزی که الله سبحانه و تعالی برات در کار است، یعنی باید تو زن بگیری، باید تو خانه آباد کنی، بعد زکات بدی، لکن پیش زن گیرید از همین پولا زکات بدی خوبتر است. وگرنه اگر همه کار تا بود کنی بعد زکات عطا کنی، اینم درست است. بعضی برادرها سوال کردند که درباره بینمازی بابای ایشان صحبت کن. من از پروردگار متعال دعا میکنم برای مردمی بینماز که خداوند توفیق عطا فرما که نمازخوان شوند. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی هر یک شخصیت میپرسد که ای بنده تو هر چی خواستی من برای تو دادم، چرا نماز نگذاشتی؟ چی جواب میدی؟ و الله سبحانه و تعالی ما و شما را در سوره مدثر میگوید که کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت بین دوزخی‌ها و جنتی‌ها نزدیک می‌سازد و مردم جنتی دوزخی‌ها را سوال میکنند که شما در دنیا با همراه ما بودید، یک جا می‌خوردیم میگشتیم، چرا شما امروز در جهنم می‌سوزید؟ جهنمی‌ها سوال میکنند که ما نعمت الهی را استفاده می‌بردیم ولکن نماز نمی‌خواندیم، ولکن مردم کم بغل را یاری نمی‌دادیم، ما رفیقای بدقتی رستوران میگشتیم، یک روز که ما مردیم به نماز، امروز در جهنم میسوزیم. از پروردگار متعال دعا میکنیم خداوند به نمازها را توفیق عطا فرما. خب
بعضی برادران ارجمند سوال کردند که بابای ایشان ما نماز میخوانیم، در نماز پریشانی داریم و در کوچه زنهای بیگانه را بسیار زینای چشم میکنم، چی کار کنم که از این حالت من دور شوم؟ برادر ارجمند، برای تو توصیه میتیم که وقتی که یک زنی بیگانه در چشم تو نمایان میشود، تو مادری خود را پیش رو بیار، زنی خود را پیش رو بیار، خواهر تا پیش رو بیار. کسی که یک مرد بیگانه با مادری تو نظر میکند به شهوت، با خواهر و زنی تو خیلی نظر میکند، ان همی خیل اگر هیچ نشد، الله متعال و روز محشر را پیشی نظر بیار که تو در پیشگوی الله چی جواب میگی. ان شاء الله از این کارا باز نیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرها سوال کردند که بابای ایشان ما از راه سوم یافتیم، این را در کجا سر کنیم؟ برادر ارجمند، بعد از سوم یافتن اعلان میکنی در هر جا. اگر صاحبش آمد نمیگوی که من چقدر سوم یافتم، میگوی که اعلان میکنی که من سوم یافتم، صاحب پول آمده اگر همون نشانه سومش رو گفته تا نیست راست آمد میتی. اگر که راست نه آمد، اگر سالها که گذشته خودت کم بغل باشی استفاده میبری، اگر که با دولت باشی در یک کم بغل و استفاده برد، در هر وقتی که صاحبش پیدا شد پولش را ادا میکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی برادران مسلمان سوال کردند که بعد از ماه مبارک رمضان 6 روز ماه شوال را آیا روزه بگیریم یا نگیریم؟ برادران ارجمند، طبق سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح آمده است که هر کسی که 6 روز شوال روزه بگیرد گویا که سال دراز روزدار است. و من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. الله سبحانه و تعالی میگوید که کسی که یک کار خیر کند 10 کار ثواب میگیرد. یعنی 30 روز روزه گرفتی، 10 روزی 300 روز می شود، 6 روز دیگر گرفتی 360 روز می شود. گویا که سال دراز تو روزدار هستی، بسیار اجر بزرگ دارد. اگر که طاقت نداری روزم که نگرفتی کار مستحب است، یگان گناه در گردن تو نوشته نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران مهاجر سوال کردند که بابایشان ما در آشخانه های روسیه کار میکنیم، ما آشپز هستیم، طعامپز هستیم، لکن در همون آشخانه ما چیزهای مسکننده با فروش میشد، آیا جایز است که ما کار کنیم؟ برادران ارجمند، الله سبحانه و تعالی میگوید که و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. باید ما و شما برادران را در راه کار خیر یاری بدیم، در کار بد یاری ندیم. اگر دیگر جای کار باشد خوب است و اگر نباشد شما کار کنید، لکن حرکت کنید یک جای بیایید که در جای کار، یعنی در کار شما کار حرام نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران مسلمان سوال کردند که بابای ایشان آیا در گردنبند نقرگین درست است یا نه؟ برادر ارجمند، پیغمبر علیه السلام چاله نقرگین در دست داشتند، لکن سپیشکه نقرگین نمیبست. از همین لحاظ یعنی برای مرد نادرست است که سپیشکه در گردنش نقرگین کشور کنه. اگر چاله نقرگین باشد باکی ندارد، لکن دیگر چیز ناجایز است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرای مهاجر ما گفتند که بابایشان ما از دور تو را دوست می‌داریم، ما هم برادران ارجمند همگی شما را دوست می‌دارم و از پروردگار متعال دعا طلب می‌کنم خدا مشکلات شما را حل بگرداند، ساق سلامت به نزد پدر و مادر و فرزنداتون بیایید. خداوند در تجارتون، در کار و بارتون برکت عطا فرماید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران مسلمان زیبای تاجیک سوال کردند که بابای ایشان بعضی یعنی شوهرها سواد ندارند، زنهاشون قرآن تلاوت کرده میتوانند و حروفا را میشناسند، آیا حق دارد که زن شوهرش را تعلیم بدهد؟ برادران ارجمند، در قانون اسلام هیچ فرقیتی ندارد که زن یعنی مرد زن را تعلیم بدهد یا که زن شوهر را تعلیم بدهد، یگان باکی ندارد. درست است که حرکت کنید، قرآن را یاد بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادرای جوان زیبای مسلمان تاجیک پرسیدند که بابایشان من دخترچه دار میشوم و یوری الله یگان نامهای زیبایی میگفتید که من برای دخترم میماندم. خداوند در فرزندای شما برکت دهد. نامهای ازواج مطهرات خدیجه مادرمان، عایشه رضی الله عنها مادرمان، سهله، رمله، خب اینا همش نامهای اسلامی هستند. خدا برکت دهد شما را. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی طالب علما سوال کردند که حضرت جان برای ما
در یک مسئله روشنی اندازید که برای چی در کتاب هدایت در بین مذهب امام اعظم و در مذهب امام شافعی اختلاف زیاد بیان کرده صاحب کتاب صاحب هدایت. خب برای شما همین قدر گفتنی هستم که اگر شما مقصد شما همین باشد که اختلاف در بین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی برای چی در کتاب هدایت در دیگر کتاب فقه زیاد است و برای چی اختلاف در بین مالکی و حنفی در بین حنبلی و یعنی حنفی کم است؟ جواب شما همین است طالب علمای عزیز که برای آنکه شاگردان حضرت امام اعظم رحمت الله علیه امام ابو یوسف و امام محمد با همراه امام شافعی در یک جا بودند. حتی امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که از عالمای فربه به غیر محمد یعنی حسن شیبانی دیگر کس به نجات نمییابد. یعنی عالمای فربه یعنی امام محمد شیبانی نجات میاد گفته امام شافعی در حق امام محمد شیبانی بسیار سخنهای زیبا گفته است. برای این خاطر یک جا که بودن اختلاف زیاد از این سبب است. در آخر دعا میکنیم خداوند برای همه مردم مسلمان تاجیکستان و مهاجرین خداوند برکتشان عطا فرماید. خداوند این بلای قاتل و این وبای قاتل را از سر مردم تاجیک و از سر تمام مهاجرین برداشته بگرداند و خداوند عاقبت کار ما و شما را به خیر بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.